المپیک تابستانی در فرانسه برگزار می شود. چاپ لباس ها با هزینه کم از پرنترهای سه‌بعدی تولید می شود. کل خورشید گرفتگی در ماه اپریل رو خواهد داد. فضاپیمایی که به خورشید فرستاده شده بود به 5.9 میلیون کیلومتر به خورشید نزدیک می شود و از اتمسفر 2000 درجه خورشید اطلاعات جمع آوری می کند. نرخ بیکاری در سراسر جهان افزایش پیدا می کند. پخش برنامه‌های سنتی تلویزیون ها به پایان می رسد و از طریق اینترنت پخش خود را آغاز می کنند. ساخت تلسکوپ غول‌پیکر مجلن با ساخت 1 میلیارد دلار و با آینه به قطر 24.5 متر به پایان می رسد. چین، روسیه و ایالات متحده شروع به سازماندهی ماموریت‌های فضایی به ماه خواهند کرد. در نیمکره جنوبی در 1 کیلومتر مربع قوی‌ترین تلسکوپ‌های رادیویی گذاشته می شود و به وسیله این تلسکوپ‌ها فضا 10,000 برابر سریعتر بررسی می شود. ویجر 1 دوردست‌ترین فضاپیمای ساخته شده بشر ارتباط خود را با دنیا از دست می دهد. به اثر گرم شدن هوا، یخ‌های آلاسکا ذوب شده و جزایر کیوالینیا زیر آب می شود. ژنوم‌های مصنوعی انسان تولید می شود. معدن‌های ایندیم استفاده شده در صفحات LCD و LED از بین می رود. ساخت کلیسای لا ساگرادا فامیلیا به پایان می رسد. هندوستان وسایل نقلیه فضایی قابل استفاده مجدد را وارد خدمت می کند. بسیار از کشورها شروع به ساختن درختان مصنوعی می کنند تا که در اتمسفر گازهای گلخانه‌ای را جمع کنند. فضاپیمای روس ونرادی به زهره خواهد رسید. حیواناتی که انقراض شده اند استفاده از نمونه بافت آنها دوباره پیدا می شوند. یک ایستگاه فضایی بین المللی در مدار ماه افتتاح می شود. چین آزمایشات خود را در بزرگترین آزمایشگاه شتاب دهنده ذرات جهان به طول 52 کیلومتر آغاز خواهد کرد. طول آن تا سال 2035 به 100 کیلومتر خواهد رسید. ذخایر نقره خلاص خواهد شد. دریاچه چاد از روی نقشه حذف خواهد شد. پیامی که در سال 2008 در محدوده تحقیقات حیات فرازمینی ارسال شده بود به سیاره گلیسی 581 در فاصله 20 سال نوری از زمین خواهد رسید. اگر در آنجا فرازمینی ها وجود داشته باشد و اگر تکنولوژی آنها با ما یکی باشد و بخواهند در این پیام جواب بدهند، جواب آنها در سال 2049 بر ما میرسد. در تاریخ 13 اپریل سیاره که آپوفیس از نزدیکی 31200 کیلومتر از زمین می‌گذرد و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود. درجه گرمای زمین 1.5 درجه افزایش پیدا می‌کند. پیش‌بینی‌های هواشناسی 2 هفته‌ای با دقت 99% آغاز می‌شود. کثافت‌های فضایی در مدار زمین 3 برابر می‌شود. با توجه به تلاش‌های فوق‌العاده توسعه شهری در شهرهای مانند ترکیه، مکزیک و چین 90% جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند و مشکلات زیست محیطی به بالاترین حد خود می‌رسد. امریکا عنوان ابرقدرتی خود را به کشورهای آسیا اقیانوسیه می‌دهد. بیش از 50% بانکوک زیر آب می شود. سرعت اتصال بر اینترنت به سطح ترابایت می رسد و عصر وب 4.0 شروع می شود. ذخایر کاکائو کم می شود و به غذای با ارزش تبدیل می شود. عربستان سعودی 1/3 انرژی خود را از خورشید تولید خواهد کرد. استخراج معدن در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری آغاز خواهد شد. تعداد افراد در سراسر جهان به اثر آب و هوای آلوده مبتلا به سرطان ریه فقط در چین به 80 میلیون انسان میرسد. تعداد ربات‌ها در صنعت کار به 1 میلیارد میرسد. استرالیا شروع به تامین تمام انرژی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و آبی خواهد کرد. به اثر آلودگی آب و هوا صخره‌های مرجان از بین می‌رود. جمعیت شیرها در افریقا به نصف میرسد. تولید ربات‌های کوچک به اندازه نانومتر ایجاد می‌شود. یک پایگاه فضایی دائمی که مردم در آن زندگی می‌کنند در سطح ما باز می‌شود. از بافت حیوانات گوشت‌های مصنوعی ایجاد می‌شود. نسل لموره‌ها منقرض می‌شود. بیماری آلزایمر درمان خواهد شد. طراحی جام جهانی فیفا تغییر می‌کند. اندازه صنعت فضایی بیش از 1 تریلیون دلار خواهد بود. ثروتمندترین فرد جهان ثروتش به 1 تریلیون می‌رسد. امریکا، چین، هند به 3 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. راکتورهای فیوژن به فروش می‌رسد. تحقیقات در اعماق اقیانوس گسترش می‌یابد. کمتر از 5% از جمعیت جهان سیگار می‌کشند. یک سفینه فضایی زیردریایی برای انجام تحقیقات در دریای تیتان فرستاده خواهد شد. تا سال 2046 یک آتشفشانی بزرگ در ژاپن رخ خواهد داد. میانگین دمای جهان 2 درجه افزایش می‌یابد. قدرت پردازش کامپیوترها به مقیاس یوتافلاپ خواهد رسید که به معنای تریلیون ها تریلیون در ثانیه است. برج 70 طبقه W350 با ارتفاع 350 متر و عمدتاً از درختان در توکیو افتتاح می شود و 100,000 تن دی اکسید کربن از اتمسفر جذب می کند.
نفوذ دنیا به 9 میلیارد میرسد. نیمی از توده یخ روز در قطب جنوب آب می شود. شهرهای خلیج مکزیک به دلیل طوفان‌های شدید و افزایش یابنده مردم را مجبور به ترک آن شهرها خواهد کرد. دوباره وضعیت حقوق بین المللی قطب جنوب بررسی خواهد شد. دریای سرخ خشک خواهد شد. بقایای حادثه اتمی فوکوشیما که در سال 2011 رخ داده بود پاکسازی می شود. تعداد آتش‌سوزی‌های جنگلات به 3 برابر می رسد. از سوی دیگر تقریبا نیم از جنگل‌های آمازون نابود خواهد شد. اندازه متوسط ماهی‌ها به 25% کاهش می‌یابد. دیوار سبز چین به طول 4500 کیلومتر که ساخت آن برای جلوگیری از گسترش صحرایی گوبی آغاز شده بود تکمیل خواهد شد. نفوذ افغانستان به 73 میلیون می رسد. در سال 1919 تماس کیهانی که ارسال شده بود بعد از فاصله 52 سال نوری به ستاره گلیسی 777 می رسد. ثروتمندان با تصمیم گیری به دنیا آوردن نوزادان می توانند جنسیت، قد، رنگ پوست، مو و چشمهای آنها را انتخاب کنند. میانگین گرمای زمین به 3 درجه افزایش می یابد. 1 میلیارد مغز انسان در زمان واقعی شبیه سازی می شود. در ماه تلسکوپ رادیویی ساخته می شود. یک اسکای فضایی با سرنشین دائمی در مریخ ساخته می شود. در ماه استخراج هلیوم 3 آغاز می شود. ستاره دنباله‌دار هلی برمی گردد. فابریکه های نانوپارچه ساخته می شود. CD ها، DVD ها و حتی با دوامترین دیسک های آرشیو که در سال 2015 منتشر شده بود غیر قابل خواندن خواهد شد. شروع ساختن اولین لفت فضایی. قرص‌های قطبی منقرض می شوند. بخش‌های غیر بیولوژیکی برخی از افراد از بخش‌های بیولوژیکی پیش می‌گیرد. نیروهای نتی متشکل از اندرویدها می‌شود. استارمن عبور از مریخ و مدار هلیوسنتریک دوباره به نزدیکترین نقطه دنیا می‌رسد. با تغییرات آب و هوا به دلیل گرم شدن کره زمین، قطب جنوب یکی از سریع‌ترین مناطق در حال توسعه در جهان خواهد شد. نرخ بارداری در جهان به ازای هر زن 2 فرزند تثبیت خواهد شد و جمعیت بسیار از کشورها کاهش خواهد یافت. هوش انسان با هوش مصنوعی یکجا می شود. هر انسان در یک هفته 20 ساعت کار می کند. 80% جنگل‌های آمازون از بین می رود. پنگوئن‌ها منقرض می شوند. تغییر دادن وضعیت آب و هوا در مریخ راه اندازی می شود. هرم مگاسیتی شیمیزو که قرار است در نزدیکی توکیو ساخته شود در صورت ساخت در این تاریخ تکمیل خواهد شد. این سازه با ارتفاع 2 کیلومتر 12 برابر بزرگتر از هرم بزرگ مصر خواهد بود و 1 میلیون نفوس در آن زندگی خواهد کرد. طولانی ترین ماگرفتگی قرن 22 در روز جمعه 9 ژوئن به مدت 106 دقیقه رخ خواهد داد. ایالات متحده، کانادا و مکزیک برای تشکیل آمریکای شمالی متحد خواهند شد. سیاره نپتون که در سال 1846 هنگامی که کشف شده بود برای دومین بار مدار خود را در اطراف خورشید به اتمام می‌رساند. او دومین سالگرد تولد خود را از نگاه انسانها جشن می‌گیرد. 245 سال پس از کشف سیاره پلوتون برای اولین بار در دور خورشید چرخش خود را اتمام می‌کند. بشریت در مقایسه دانشمند نیکولیا کارداش به سطح تمدن نوع یک خواهد رسید.